این حیوان کینگالابوس نام دارد و در آبهای استرالیا می روید. این حیوان بسیار خطرناک می باشد. این حیوان قادر است با شاخهایی که در زیر سیبیلش آویزان است یک نهنگ را از وسط به دو نیم بکند. این حیوان با فک جلوی خود می تواند یک کوسه را تکه تکه کند و به وزن 200 تن را خورد کند. بسیار خطرناک است. من نمیدانم این لطیف چرا اینها را در اکواریوم خود نگه داشته است. و این حیوان سوسو لیشین چیکین چانگ نام دارد که در آبهای آمازون قانقاریا زندگی می کند. این حیوان از خانواده پلنگ می باشد. این حیوان که از خانواده پلنگ می باشد می تواند با سیبیل هایی که دارد یکی دو چکچه هندی را به مدت 4 ساعت آویزان نگه دارد و بدون اینکه خسته شود. بسیار خطرناک است. و این نوع ماهی که گروبو بیلی دینستو نام دارد، اجدادش گربه بودند و حالا تبدیل به ماهی شدند از بس که ماهی خوردند. این حیوان بسیار خطرناک است و با پنجه های خود میتواند آکواریوم را به دو نیم کند. الان هم خیلی حال داده به لطیف که این کار را نکرده است. این حیوان بسیار کوچک و زیبا جوجو بلوجی نام دارد. این حیوان بسیار آرام است، ولی زمانی که عصبانی بشود با دمهای خود همچین سیلی به گوشتان میزند که گوشتان کر می شود. و حال این حیوان را میخوام شما معرفی کنم. کوسه کینگالابا نام دارد. بسیار عظیم و جسته و خطرناک است. این حیوان غذای خود را از لای سنگ‌های بسیار بزرگ کنار کشیده و میبلد و میخورد و قادر است 250 کیلو گوشت خام را در روز بخورد. در سالهای بسیار گذشته در کف این آبها ستاره دریایی زندگی میکرد که قادر بود با بوی گند خود آپارتمان را پر کند، ولی الان نسل آن منقرض شده است و در سطل‌های آشغال زندگی میکند که لطیف آنها را پرت کرده. این ماهی موروجی گیگیجی قلوجو نام دارد. بسیار زیبا و خطرناک است و با لبهای جلویی که به شکل بابا قوری می باشد حاضر است گردن یک گوزن را خورد کند. و این ماهی که از خانواده پلنگ بود می تواند با شلاق‌هایی که در زیر شکمش آویزان است یک اسب آبی را خورد کند و خفه کند، ولی نمی کند این کار را. و این ماهی که
به شمشیر سامورایی معروف است و اولوچ کلیک شمشیری مینامند. او را بسیار خطرناک است. این حتی قادر است با شمشیری که دارد بر شکمتان فرود آورد و روده هایتان را به بیرون بکشد و ببلد. بسیار خطرناک است. ولی من نمیدانم این لطیف چرا آنها را نگه داشته است. شمشیر بسیار تیزی است. شانس آوردیم که دو شاخ نیست. و این ماهی که امو سیبیلو نام دارد با سیبیل هایی که تاب میدهد سنگ چخماق درست میکند و بعضی وقتا تق تق میکند. چشم های خیلی زشتی دارد که از پشت به گردن و به بالا و به پایین میچرخد و آمار همه جا را دارد. هیچ چیز از نظر او پنهان نیست. سیبیلاش را بنگرید. مثل پدر ژپتو میماند و بسیار آرام است. این ماهی که از خانواده کوسه ها می باشد آنتچی مانتچی میکرکرچی نام دارد. این حیوان هم بسیار خطرناک است و عظیم جثه. نگاهش کنید. اول با چشم های مظلومش به طعمه می نگرد و او را هیپنوتیزم می کند. چشم های بسیار قشنگ و زیبایی دارد که همه عاشقش می شوند و بعد طعمه را خواب می کند و می خورد. و این حیوان که به گل نیلوفری اشکالاتو معروف است بنفش است و دمهای بسیار خوشمزه‌ای دارند که ماهی ها آنها را تغذیه می کنند. و این ماهی که نامش فسقلی بنگالی هست بسیار کوچک و زیبا است. در فصل تابستان جفتگیری و در پاییز تخم‌ریزی می کند. غذای خود را از لای جلبک های آهنی و آبی می جوید. خطری ندارد. این بدبخت بین این همه ماهی های خطرناک زندگی می کند. نگاه کنید. بسیار زیباست. این الان داره تخم‌ریزی می کنه. بعدش هم یه املت می خوره. این جلبرک های شیکیش ایچیش موتوچ هستند که غذای اصلی این ماهی ها را تهیه می کند. پروتئین دارد برای آنها. این ماهی بسیار خطرناک است. سعی کنید هیچ وقت به سیبیل های او نزدیک نشوید. دهانش را ببینید. مثل دهان قورباغه میماند. به زمانی که آبشوش های خود را باز می کند و می بندد به دهان آن نگاه کنید. گویا که می گوید موی موی موی. بگین هم یک گربه ماهی که صحبتش را کردیم. این ماهی با جثه کوچکی که دارد در آبهای قنقریا رشد می کند و از باله های او صندلی حسیری می بافند. بسیار خطرناک است. ولی
کم خرج. چشماشو نگاه کنه، بسیار خطرناک است این حیوان. نگاهش کنید، بسیار بزرگ و عظیم و جثه. این حیوان 280 تن را با فک جلوی خود خرد میکند. عجب ماهی هستش دید. در برنامه آینده میخواهم راجب این ماهی قول مغولی که در آمازون زندگی کند صحبت کنم. بسیار ریز، ولی در جمعه ها به مدت 100 درجه بزرگتر می شود. بالهای خود را بسیار تند به چپ و راست می فرستد و فشار آب را زیاد می کند و طعمه خود را گیج می کند و او را می بلد. و به شما توصیه می کنم که این نهنگ ها را در اکواریم خود نگه ندارید. بسیار خطرناک است. بکشیدش، بخوریدش، ولی نگهش ندارید. بسیار سیبیل های خطرناکی دارد که اگر به شما برخورد کند 66 لیتر زهر را به داخل بدن شما میفرستد و سیاهتان میکند. در اینجا شما را به خدا میسپارم و تا برنامه آینده منتظر ماهی های خطرناک ما باشید.